محبوب ترین نوشیدنی دنیا بعد از آب، قهوه، نوشیدنی که هر روز توسط میلیاردها نفر در سراسر دنیا نوشیده میشه. آیا قهوه قاتل خاموش قلب یا راز طول عمر بیشتر؟ مقاله‌ای که همه تصورات قبلی در مورد قهوه رو زیر و رو کرد. با من همراه باشین تا این مقاله علمی، پزشکی و کاملا معتبر که داغ داغه رو با هم بررسی کنیم. اولین و جالبترین نکته‌ای که در مورد قهوه و بیماری‌های قلبی عروقی وجود داره و در این مقاله در موردش مطالعاتی انجام شده اینه که در دهه 60 میلادی خود قهوه رو یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایل فشار خون بالا می‌دونستن. حالا در تحقیقات و مطالعاتی که اخیراً روی 8780 نفر از مردم برزیل انجام شده نشون میده افرادی که روزانه بین 2 تا 3 فنجون قهوه مصرف میکنن حدود 18% کمتر از دیگران در خطر ابتلا به فشار خون بالا هستن. دلیلش هم اینه که قهوه یه سری آنتی اکسیدان هایی داره و کلوروژنیک اسید داره. اینا باعث کاهش التهاب و مهار آنزیم های افزایش دهنده فشار خون میشن. پس قهوه رو اگر درست و به اندازه مصرف کنیم نه تنها عامل بالا رفتن فشار خون نمیشه بلکه باعث میشه که فشار خون رو متعادل کنه. اینا نتایج این تحقیقاتی است که در این مقاله انجام دادن. نوع قهوه‌ای که شما می نوشید باعث تغییراتی در سطح چربی خون بدن شما میشه. برای مثال قهوه‌های جوشیده ترک و یا فرنچ کافی با داشتن ترکیبات چربیزایی به نام کافستول و کاهول باعث بالا رفتن چربی خون بد بدن شما میشن، یعنی LDL خون شما رو بالا میبرن. این ترکیبات چربیزا جلوی ساخت اسیدهای صفراوی رو میگیرن و در نتیجه باعث بالا رفتن چربی خون بد بدن شما یعنی LDL میشن. در نقطه مقابل قهوه‌های فیلتر شده تقریبا هیچ کدوم از این ترکیبات چربیزا رو ندارن و باعث میشن که چربی خون خوب بدن شما یا همون HDL خونتون بالا بره. پس اگر اهل نوشیدن قهوه هستین و دوست دارین که سلامت باشه حتما از قهوه‌های فیلتر شده استفاده کنید، نه قهوه جوشیده. این هم یه نکته بسیار مهم دیگه که در این مقاله بهش رسیدن. ارتباط جالب دیگه‌ای که در این تحقیقات بهش دست پیدا کردن، مطالعات روی بیش از 230,000 نفر نشون داد مصرف روزانه بین 2 تا 5 فنجون قهوه 15% خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی رو کاهش میده که در نوع خودش هم جالبه و هم عجیبه. ولی در ادامه هم تاکید کردن که مصرف 6 فنجون قهوه و یا بیشتر از 6 فنجون قهوه بسیار خطرناکه و اصلا توصیه نمیشه، چون که نه تنها مفید نیست بلکه میتونه خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی رو بیشتر کنه. نکته بسیار مهم دیگه هم که در این بخش بهش رسیدن برای کسانی است که ژن متابولیسم کند یا CYP1A2 دارن، مصرف بیش از حد قهوه باعث تپش قلب و حتی سکته قلبی براشون میشه. پس قهوه در متابولیسم نرمال یا متابولیسم سریع عین محافظ قلب عمل میکنه، ولی برای کسانی که ژن متابولیسم کند دارن مصرف بیش از حدش خطرناکه. این مطالعات نشون دادن کسانی که روزانه قهوه مصرف میکنن
تا 12% کمتر در خطر ابتلا به نارسایی قلبی هستند. در سطح جهانی هم حدود 15% قهوه‌خورها کمتر در اثر بیماری قلبی عروقی فوت میشن. پس قهوه فقط شما رو بیدار نمیکنه و حتی میتونه برای سلامتیتون مفید باشه. در مطالعات گسترده دیگه‌ای که انجام دادن به این رسیدن افرادی که روزانه 1 تا 3 فنجون قهوه مصرف میکنن تا 11% کمتر در خطر ابتلا به آریتمی قلبی یا نامنظمی ضربان قلب خواهند بود. دلیلش هم همونطوری که قبل گفتم قهوه یه سری آنتی اکسیدان هایی داره که این آنتی اکسیدان ها باعث کاهش التهاب عضلات قلب میشن و در نتیجه شما کمتر در معرض ابتلا به آریتمی قلبی یا نامنظمی ضربان قلب خواهید بود. تا اینجای مقاله همش در مورد فواید مصرف روزانه قهوه صحبت شد. حالا میریم سراغ مصرف بیش از حد و بی‌رویه قهوه و خطراتش، چون که قهوه بیش از حد با سم هیچ فرقی نمیکنه. در همین مقاله تاکید کردن که مصرف بیش از 6 فنجون قهوه در روز خطر ابتلا به تپش قلب، اضطراب، استرس، بیخوابی رو برای شما میاره. به این خطرات و علائم هم که برسین دروازه هزاران بیماری رو به شما باز میشه. پس اگر قهوه میخورین لطفاً به اندازه بخورین. برای زنان باردار هم در این مقاله گفته شده که بیشتر از 300 میلی گرم کافئین توصیه نمی شود. این هم یه نکته دیگه ای بود که خدمتتون عرض کردم. نتیجه گیری مقاله به ما اینو میگه قهوه دشمن قلب و عروق و سلامت بدن شما نیست. اگه به اندازه و درست مصرف کنید روزانه 1 تا 3 فنجون قهوه حتی میتونه نکات بسیار مفیدی رو برای سلامتی بدن شما داشته باشه، مگر در موارد خاص و منع شده توسط پزشک معتمد و اصلی شما، چون که هیچ مقاله، سایت، روزنامه و هیچ فرد دیگه‌ای به اندازه پزشک اصلی شما اطلاعاتتون رو نداره و نمیتونه به درستی هرچه بیشتر تشخیص بده. پس این نکته رو هرگز فراموش نکنید. اول و آخر حرف پزشک معتمدتون سنده. این مقالات و روزنامه ها و هر اطلاعات جدیدی فقط برای یادگیری بیشتره، ولی خب این مقاله‌ای که امروز با هم بررسی کردیم بسیار معتبر و علمی هستش. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنید و در کامنت ها نظراتتون رو بگین که آیا از این سبک ویدیو دوست دارین یا نه. حتما بهم انرژی بدین که من با انرژی بیشتری بتونم ویدیوهای بهتری رو براتون ضبط کنم. سابسکرایب هم یادتون نره. ممنونم. روز خوبی داشته باشین. بدرود.